به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبای طرحی از یک زندگی نوشته دکتر پوران شریعت رضوی همسر دکتر علی شریعتی شروع میکنه. این کتاب رو سال 1375 پدرم در یک مأموریت اداری برای من سوغاتی آوردن و من از چاپ‌های جدید این کتاب اطلاعی ندارم. و البته چیزی که میخوام از این کتاب بخونم ربطی به چاپ جدید و قدیم نداره و چون این کتاب طولانی هستش من فقط به سراغ وصیت‌نامه دکتر علی شریعتی میرم که این وصیت‌نامه قطعاً در کتاب‌های چاپ جدید هم همین وصیت‌نامه است. با من همراه باشید. امروز دوشنبه 13 بهمن ماه پس از یک هفته رنج بیهوده و دیدار چهره‌های بیهوده تر شخصیت‌های مدرج گذرنامه را گرفتم و برای چهارشنبه جا رزرو کردم که گفتن 4 بعد از ظهر در فرودگاه حاضر شوید که 8 بعد از ظهر احتمال پرواز هست. نشانه‌ای از تحمیل مدرنیسم قرن 20 بر گروهی که به قرن بوق تعلق دارند. گرچه هنوز از حال تا مرز احتمالات ارضی و سماوی فراوان است، اما به حکم ظاهر امور عازم سفرم و به حکم شرع در این سفر باید وصیت کنم. وصیت یک معلم که از 18 سالگی تا امروز که در 35 سالگی است جز تعلیم کاری نکرده و جز رنج چیزی نیندوخته است. چه خواهد بود؟ جز اینکه همه قرضهایم را از اشخاص و از بانک‌ها با نهایت سخاوت و بی‌دریغی تماماً واگذار می‌کنم به همسرم که از حقوقم اگر پس از فوت قطع نکردن و حقوقش و فروش کتاب‌هایم و نوشته‌هایم و آنچه دارم و ندارم بپردازد که چون خود می‌داند صورت ریزش ضرورتی ندارد. همه امیدم به احسان است در درجه اول و به 2 دخترم در درجه دوم و اینکه این 2 را در درجه دوم آوردم نه به خاطر دختر بودن آنها و امول بودن من است، به خاطر آن است که در شرایط کنونی جامعه ما دختر شانس آدم حسابی شدنش بسیار کم است که 2 راه بیشتر در پیش ندارد و به تعبیر درست 2 بیراهه. یکی همچون کلاغ شوم در خانه ماندن و به قارقار کردنهای زشت و نفرتبار احمقانه زیستن که یعنی زن نجیب متدین و یا تمام شخصیت انسانی و ایدئال و معنویش در ما تحتش جمع شدن و تمام ارزش‌های متعالیش در اسافل اعضایش خلاصه شدن و عروسکی برای بازی ابله‌ها و یا کالایی برای بازار کسبه مدرن و خلاصه دستگاهی برای مصرف کالاهای سرمایه‌داری فرنگ شدن که یعنی زن روشنفکر متجدد و این هر 2 یکیست، گرچه 2 وجه متناقض هم، اما وقتی کسی از انسان بودن خارج شود دیگر چه فرقی دارد که یک جغد باشد یا یک چغوت، یک آفتابه شود یا یک کاغذ مستراح شرقی گردد یا مستراح فرنگی و آنگاه در برابر این تنها 2 بیرایه‌ای که پیش پای دختران است، سرنوشت دخترانی که از پدر محرومند تا چه حد میتواند معجزه آسا و زمان شکم باشد و کودکی تنها در این تون موج این سیل کثیفی که چنین پرقدرت به سراشیب باطلاق فرو می رود تا کجا می تواند برخلاف جریان شنا کند و مسیری دیگر را برگزیند. گرچه امیدوار هستم که گاه در روح‌های خارق‌العاده چنین اعجازی سر زده است. پروین اعتصامی از همین دبیرستان‌های دخترانه بیرون آمده و مهندس بازرگان از همین دانشگاه‌ها و دکتر سحابی از میان همین فرنگ رفته‌ها و مصدق از میان همین دوله‌ها و سلطنه‌های سلسال کالفخار من حماء مسنون و انیشتن از همین نژاد پلید و شوایزر از همین اروپای قسی آدمخوار
و لومونبا از همین نژاد برده و مهراوی پاک از همین نجس‌های هند و پدرم از همین مدرسه‌های آخوندریست. به هر حال آدم از لجن و ابراهیم از آذر بت‌تراش و محمد از خاندان بتخانه‌دار. به دل من امید می‌دهند که حساب‌های علمی مغز مرا نادیده انگارد و به سرنوشت کودکانم در این لجنزار بت‌پرستی و بت‌تراشی که همه پرده‌دار بتخانه می‌پرورد امیدوار باشم. دوست می‌داشتم که احسان متفکر، معنوی، پر احساس، متواضع، مغرور و مستقل باراید. خیلی می‌ترسم از پوکی و پوچی موج نوبها و ارزان فروشی و حرص و نوکرمآبی این خواجه تا شأن نسل جوان معاصر و عقده‌ها و حسدها و باد و برودهای بیخودی این روشنفکران سیاسی که تا نیمه‌های شب منزل رفقا یا پشت میز آبجو فروشی‌ها از کسانی که به هر حال کاری می‌کنند بد می‌گویند و آنها را با فیدل کاسترو و مائو تسه-تونگ و چگوارا می‌سنجند و طبیعتاً محکوم می‌کنند و پس از 7-8 ساعت در گوشی‌های انقلابی و کار تند و عقده‌گشایی‌های سیاسی با دلی پر از رضایت از خوب تحلیل کردن قضایای اجتماعی که قرن حاضر با آن درگیر است و طرح درست مسائل آنچنان که به عقل هیچ کس دیگر نمی‌رسد به منزل برمیگردند و به حالتی شبیه به چگوارا و در قالبی شبیه لنین زیر کرسی می‌خوابند. و نیز می‌ترسم از این فضلای افواه و رجالی شود. از روی مجلات ماهیانه اگزیستانسیالیست و مارکسیست و غیره شود و از روی اخبار خارجی رادیو و روزنامه مفسر سیاسی و از روی فیلم‌های دوبله شده به فارسی، امروزی و اروپایی و از روی مقالات و عکس‌های خبری مجلات هفتگی و نیز دیدن توریست‌های فرنگی که از خیابان‌های شهر می‌گذرند نیهیلیست و هیپی و آنارشیست و با نشخوار حرف‌های 20 سال پیش حوزه‌های کارگری حزب توده ماتریالیست و سوسیالیست چپ و از روی کتاب‌های طرح نوع اسلام و ازدواج، اسلام و اجتماع، اسلام و جماع، اسلام و فلان و بهمان، اسلام شناس و از روی مردریگ انجمن پرورش افکار دوران 20 ساله روشنفکر مخالف خرافات و از روی کتاب چه می‌دانم در باب کشورهای در حال عقب رفتن متخصص کشورهای در حال رشد و از روی ترجمه‌های غلط و بی‌معنی از شعر و ادب و موزیک و تئاتر و هنر امروز صاحب نظر وراج چرندباف لفاظ ضد بشر هذیانگوی مریض هروئینگرای خنک یعنی ناقض و شاعر نوپرداز. خلاصه من به او چه شدن را تحمیل نمی کنم. او آزاد است. او خود باید خود را انتخاب کند. من یک اگزیستانسیالیست هستم. البته اگزیستانسیالیسم و ویژه خودم، نه تکرار و تقلید و ترجمه که از این ستای منفور همیشه بیزارم. به همان اندازه که از آن دوتای دیگر تقی‌زاده و تاریخ از نصیحت نیز هم از هیچ کس هیچ وقت نپذیرفتم و به هیچ کس هیچ وقت نصیحت نکردم. هر رشته‌ای را بخواهد میتواند انتخاب کند، اما در انتخاب آن ارزش فکری و معنوی بباید ملاک انتخاب باشد، نه بازار داشتن و گران خریدنش. من میدانستم که به جای کار در فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ اگر آرایش میخواندم یا بانکداری و یا گاوداری و حتی جامعه شناسی به درد بخور، آنچنان که جامعه شناسان نوظهور ما برانند که فلان ده یا مؤسسه یا پروژه را اتود میکنند و تصادفاً به همان نتایج علمی میرسند که صاحب کار سفارش داده، امروز وصیت‌نامه‌ام به جای یک انشاء ادبی شده بود صورتی مبسوط از سهام و املاک و منازل و مغازه‌ها و شرکت‌ها و دم و دستگاه‌ها که تکلیفش را باید معلوم می‌کردم و مثل حال به جای اقلام الفاظ ردیف نمی‌کردم. اما بیرون از همه حرف‌های دیگر اگر ملاک را لذت جستن تعیین کنیم، مگر لذت اندیشیدن، لذت یک سخن خلاقه، یک شعر هیجان‌آور
لذت زیبایی‌های احساس و فهم مگر ارزش برخی کلمه‌ها از لذت موجودی حساب جاری یا لذت فلان قباله محضری کمتر است؟ چه موش آدمیانی که فقط از بازی با سکه در عمر لذت می‌برند و چه گاو انسان‌هایی که فقط از آخرآباد و زیر سایه درخت چاق می‌شوند. من اگر خودم بودم و خودم فلسفه می‌خواندم و هنر، تنها این دو است که دنیا برای من دارد: خوراکم فلسفه و شرابم هنر و دیگر بس. اما من از آغاز متأهل بودم. ناچار باید برای خانواده‌ام کار می‌کردم و برای زندگی آنها زندگی می‌کردم. ناچار جامعه شناسی مذهبی و جامعه شناسی جامعه مسلمانان که به استطاعت اندکم شاید برای مردمم کاری کرده باشم، برای خانواده گرسنه و تشنه و محتاج و بیکسم کوزه آبی آورده باشم. او آزاد است که یا خود را انتخاب کند و یا مردم را، اما هرگز نه چیز دیگری را، که جز این دو هیچ چیز در این جهان به انتخاب کردن نمی‌ارزد. پلید است، پلید. فرزندم، تو می توانی هر گونه بودن را که بخواهی باشی انتخاب کنی، اما آزادی. انتخاب تو چهارچوب حدود انسان بودن محصور است. با هر انتخابی باید انسان بودن نیز همراه باشد، وگرنه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی‌معناست، که این کلمات ویژه خداست و انسان و دیگر هیچ کس، هیچ چیز. انسان بودن یعنی چه؟ انسان موجودی است که آگاهی دارد به خود و جهان و می آفریند خود را و جهان را و تعصب می ورزد و می پرستد و انتظار می کشد و همیشه جویای مطلق است. جویای مطلق، این خیلی معنی دارد. رفاه، خوشبختی، موفقیت‌های روزمره زندگی و خیلی چیزهای دیگر به آن صدمه می‌زند. اگر این صفات را جزء ذات آدمی بدانیم، چه وحشتناک است که می‌بینیم در این زندگی مصرفی و این تمدن رقابت و حرص و برخورداری همه دارد پایمال می‌شود. انسان در زیر بار سنگین موفقیت‌هایش دارد مسخ می‌شود. علم امروز انسان را دارد به یک حیوان قدرتمند بدل می‌کند. تو هر چه می‌خواهی باشی، باش، اما آدم باش. اگر پیاده هم شده است سفر کن. در ماندن می‌پوسی. هجرت کلمه بزرگی در تاریخ شدن انسان‌ها و تمدن‌هاست. اروپا را ببین، اما وقتی که ایران را دیده باشی، وگرنه کور رفته کر باز گشته ای. افریقا مصرع دوم بیتی است که مصرع اولش اروپاست. در اروپا مثل قالب شرقی‌ها بین رستوران و خانه و کتابخانه محبوس ممان. این مثلث بدی است. این زندان سه گوش همه فرنگ رفته‌های ما. از آن اکثریتی که وقتی از این زندان روزنه‌ای به بیرون می‌گشایند و پا به درون اروپا می‌گذارند، سر از فاضلاب شهر بیرون می‌آورند. حرفی نمی‌زنند که حیف از حرف زدن است. اینها غالباً پیرزنان و پیرمردان خارجی دوش و دختران خارجی گز فرنگی را با متن راستین اروپا عوضی گرفتند. چقدر آدم‌هایی را دیدم که 20 سال در فرانسه زندگی کردند و با یک فرانسوی آشنا نشدند. فلان امریکایی که به تهران می‌آید و از طرف مموش‌های شمال شهر و خانواده‌های قرطی لوس اشرافی کثیف عنتر فرنگی احاطه می‌شود، تا چه حد جو خانواده ایرانی و روح جاده شرقی و هزاران پیوند نامرئی و ظریف انسانی خاص قوم را لمس کرده است. اگر به اروپا رفتی، اولین کارت این باشد که در خانواده‌ای اتاق بگیری که به خارجی‌ها اتاق اجاره نمی‌دهند. در محله‌ای که خارجی‌ها سکونت ندارند. از این حاشیه مصنوعی بی‌مغز آلوده دور باش. با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو. در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش. کن مع الناس ولا تکن مع الناس واقعاً سخن پیغمبران است. واقعیت، خوبی و زیبایی در این دنیا جز این سه هیچ چیز دیگر به جستجو نمی ارزد. نخستین با اندیشیدن، علم، دومین با اخلاق، مذهب و سومین با هنر، عشق. می تواند تو را از این هر سه محروم کند. یک احساساتی لوس سطحی
هذیانگوی خنک چیزی شبیه جواد فاضل، یا متینترش نظام وفا، یا لطیفترش لامارتین، یا احمقترش دشتی و کثیفترش بلیتیست. و نیز میتواند تو را از زندان تنگ زیستن به این هر سه دنیای بزرگ پنجره‌ای بگشاید و شاید هم دری. و من نخستینش را تجربه کردم و این است که آن را دوست داشتن نام کردم، که همچون علم و بهتر از علم آگاهی میبخشد و همچون اخلاق روح را به خوب بودن میکشاند و خوب شدن، و هم زیبایی و زیبایی ها که کشف میکند که میآفریند چقدر در همین دنیا بهشت ها و بهشتی ها نهفته است. اما نگاه ها و دل ها همه دوزخی است، همه برزخی است و نمی‌بیند و نمی‌شناسد. کورند، کرند، چه آوازهای ملکوتی که در سکوت عظیم این زمین هست و نمی‌شنوند. همه جیغ و داد و غرغر و نقنق و قیل و قال و وراجی و چرت و پرت و بافندگی و محاوره. وای که چقدر این دنیای خالی و نفرتبار برای فهمیدن و حس کردن سرمایه‌دار است، لبریز است. چقدر مایه های خدایی که در این سرزمین ابلیس نهفته است. زندگی کردن وقتی معنا می‌یابد که فن استخراج این معادن ناپیدا را بیاموزی و تو می‌دانی که چقدر این حرف با حرفای ژید به ناتانائلش شبیه است، با آن متناقض است. تنها نعمتی که برای تو در مسیر این راهی که عمر نام دارد آرزو می‌کنم تصادف با یکی دو روح خارق‌العاده، یا یکی دو دل بزرگ، یا یکی دو فهم عظیم و خوب و زیباست. چرا نمیگویم بیشتر نیست. یکی بیشترین عدد ممکن است. دو را برای وزن کلام آوردم و نیست. گرچه من به اعجاز حادثه‌ای این کلام موزون را در واقعیت ناموزون زندگیم به حقیقت داشتم، برخوردم به هر دو معنی کلمه. کویر را برای لمس کردن روحی که به میراث گرفتم و به میراثت میدهم بخوان و آن دست خط پشت عکسم را که در پاسخ خبر تولدت فرستادم برای تنها نصیحت که در زندگیم مرتکب شدم حفظ کن، به هر دو معنی کلمه. اما تو سوسن ساده مهربان احساساتی زیباشناس منظم و دقیق، و تو سارای رند عمیق اسیانگر مستقل، برای شما هیچ توصیه‌ای ندارم. در برابر این تندبادی که بر آینده پیش ساخته شما می‌وزد، کلمات که تنها امکاناتی است که اکنون در اختیار دارم چه کاری می‌توانند کرد؟ اگر بتوانید در این طوفان کاری کنید، تنها به نیروی اعجازگری است که از اعماق روح شما سر زند، جوش کند و اراده‌ای شود مسلح به آگاهی، مسلط بر همه چیز و نقاد هر چی پیش می‌روند و دورافکننده هر لقمه‌ای که می‌سازند. چه سخت است و چه شکوهمند است که آدمی خود طباخ غذاهای خیش باشد. مردم همه نشخوار کنندگانند و همه خورندگان آنچه برایشان پخته‌اند. دعوای امروز بر سر این است که لقمه کدام طباخی را بخورند. هیچ کس به فکر لقمه ساختن نیست. آنچه می‌خورند غذاهایی است که دیگران حذف کردند و چه محرزه. آن هم کیا می‌سازند؟ رهبران روشنفکر زنان امروز اجتماع ما، آنها که مدل نوین زن بودن شده‌اند، 17 آزاد زنان. این تنها صفتی است که آنها موصوفات راستین آنانند. آزاد از عفت کلام اجازه نمی‌دهد. این چادرهای سیاه را نه فرهنگ و تمدن جدید و نه رشد فکری و نه شخصیت یافتن واقعی و نه آشنایی با روح و بینش و مدنیت اروپا، بلکه آجان و قیچی از سر اینان برداشت. بر اندام اینان درید و آنگاه نتیجه این شد که همان شواجی خانم شد که بود. منتها به جای حنا بستن گل مو میزند و به جای خانه نشستن و غیبت کردن شب نشینی میکند و پاسو میزند. از خانه به خیابان منتقل شده است. هم اوست که فقط تنبانش را در آورده است و بس. یک ملاباجی اگر ناگهان تنبانش را درآورد و یا به زور درآوردن، چه تغییراتی در نگاه و احساس و تفکر و شخصیتش رخ خواهد داد؟ اما مسئله به همین سادگی ها نیست. زن روز آمار داده است که از 1956 تا 66 10 سال مؤسسات آرایش
و مصرف لوازم آرایش در تهران 500 برابر شده است و این تنها منحنی تصاعدی مصرف در دنیا و در تاریخ اقتصاد است و نیز تنها علت غایی همه این تجددبازی‌ها و مبارزه با خرافات و آزاد شدن نیمی از اندام اجتماع که تاکنون فلج بود، زندانی بود و از این حرفها. اما اینها باز یک فضیلت را دارایند، یعنی یک امتیاز بر رقبای امولشان. چه گرفتاری عجیبی در قضاوت میان این دو صف متجانس متخاصم پیدا کردم. هر وقت آن ملاباجی گشنیز خانم‌ها را می‌بینم می‌گوییم باز هم آنها، و هر وقت آن جیگی جیگی ننه خانم‌ها را می‌بینم می‌گویم باز هم اینها. و اما تو همسرم، چه سفارشی می‌توانم به تو داشت؟ تو که با از دست دادن من هیچ کسی را در زندگی کردن از دست نداده‌ای. نه در زندگی کردن، به خصوص بدان گونه که مرا میشناسی و بدان صفات که مرا میخوانی. نبودن من خلایی در میان داشتنهای تو پدید نمی آورد و با این حال که چنان تصویری از روح من در ذهن خود رسم کرده ای، وفای محکم و دوستی استوار و خدشه ناپذیرت به این چنین منی نشانه روح پر از صداقت و پاکی و انسانیت توست. به هر حال اگر در شناختن صفات اخلاقی و خصائل شخصیت انسانی من اشتباه کرده باشی، در این اصل هر دو هم عقیده ایم که اگر من هم انسان خوبی بودم، همسر خوبی نبودم و من به هر حال آنقدر خوب هستم که بدیهای خویش را اعتراف کنم و آنقدر قدرت دارم که ضعف‌هایم را کتمان نکنم و در شایستگیم همین بس که خداوند با دادن تو آنچه را به من نداده است جبران کرده است و این است که اکنون در حالی که همچون یک محتضر وصیت می کنم احساس محتضر را ندارم که با بودن تو می دانم که نبودن من هیچ کمبودی را در زندگی کودکانم پدید نمی آورد و تنها احساسی که دارم همان است که در این شعر تولی آمده است که برو ای مرد برو سگ آواره بمیر که وجود تو به جز لعن خداوند نبود، سایه شوم تو جز سایه ناکامی و یأس بر سر همسر و گهواره فرزند نبود. از طرف مالی تنها یادآوری این است که به حساب خودم آنچه را از پول خود در هنگام زلزله خرج کردم از حساب شماره 2 بانک تعاونی و توزیع برداشت کردم و البته دلم از این کار چرکین بود و قصد داشتم در عید امسال که قرضی میکنم یا چیزی میفروشم برای پول منزل آن را مجددا بازگردانم و امیدوارم تو این کار را بکنی. آرزوی دیگرم این بود که یک سهم آب و زمین از کاهه بخرم، به نام مادرم وقف کنم و درآمدش صرف هزینه تحصیل شاگردان ممتاز مدرسه این ده شود که در سبزوار تحصیلاتشان را تا سیکل یا دیپلم ادامه دهند. ماهی 50 تومان برای هر محصل در ماه‌های تحصیلی که 9 ماه است، یعنی سالی 450 تومان برای هر فرد و بنابراین سالی 3 محصل می‌توانند از این بابت درس بخوانند، البته با کمک‌های اضافی من و خانواده خویش. کار سوم این که جمعی از شاگردان آشنایم همه حرف‌ها و درس‌های 4 سال دانشکده را جمع و تدوین کنند و منتشر سازند که بهترین حرف‌های من در لابلای همین درس‌های شفاهی و گفت و شنودهای متفرقه نهفته است. و نیز کنفرانس‌های دانشگاهی هم جداگانه و نوشته‌های ادبی هم در سبک کبیر جدا و نوشته‌های پراکنده فکری و تحقیقی هم جدا و آنچه در اروپا نوشته‌ام جمع‌آوری شود و نگاهداری تا بعدها که انشاءالله چاپ شود و شعرهایم همه به دقت جمع‌آوری شود و سوزانده شود که نباند مگر قوی سپید و غریب راه و در کشور و شمع زندان و در درس‌های اسلام شناسی از سقیفه به بعد یا امت و امامت در ارشاد و کنفرانس‌های مربوط به حضرت علی و علت تشیع ایرانیان و دیالکتیک، پیدایش فرق در اسلام و هرچه به این زمینه‌ها می‌آید، از جمله بیعت در کانون مهندسین و علی حقیقتی بر گونه اساطیر، همه در یک جلد به نام جلد دوم اسلام شناسی تحت عنوان امت و امامت تدوین شود. همه التماس‌هایت را از قول من نثار نقط چین عزیزم کن که آنچه را از من جمع کرده و درباره‌ام نوشته از چاپش منصرف شود که خیلی رنج می‌برم. از دوستانم که در سالهای اخیر
به علت انزوایی که داشتم و خود معلول حالت روحی و فشار طاقت شکن فکری و عصبی بود از من آزرده شده‌اند پوزش می‌طلبم و امیدوارم بدانند که دوری از آنها نبود، گریز به خودم بود و این دو یکی نیست. کتاب کبیر را با اتمام آخرین مقاله و افزودن داستان خلقت با درد بودن پس از پاک‌نویس تمام کنید و منتشر سازید. مقدمه‌اش تنها نوشته عین القضات است و در اولین صفحه‌اش این جمله توماس ولف نوشتن برای فراموش کردن است، نه به یاد آوردن. در پایان این حرف‌ها برخلاف همیشه احساس لذت و رضایت می‌کنم که عمرم به خوبی گذشت. هیچ وقت ستم نکردم، هیچ وقت خیانت نکردم و اگر هم به خاطر این بود که امکانش نبود باز خود سعادتی. تنها گناهی که مرتکب شدم یک بار در زندگیم بود که به اغوای نصیحتگران بزرگتر و به فن کلاهگذاری سر خدا در 18 سالگی اولین پولی که پس از 7-8 ماه کار یک جا حقوقم را دادند و پولی که از مقاله نویسی جمع کرده بودم 5000 تومان شد و چون خرجی نداشتم گفتن به بیع و شرط بده. من هم از معنی این کثافتکاری بیخبر خانه کسی را گرو کردم به 5000 تومان و به خودش اجاره دادم ماهی 100 تومان و تا 5-6 ماه ماهی 100 تومان ربع پول را به این عنوان می گرفتم و بعد فهمیدم که برخلاف عقیده علما و مصلحین دنیا این یک کار پلیدی است و قطعش کردم و اصل پولم را هم به هم زدم. اما لکه چرکش هنوز بر زلال قلبم هست و خاطره‌اش بوی عفونت را از عمق جانم بلند می کند و کاش قیامت باشد و آتش و آن شعله‌ها که بسوزاندش و پاکش کند و گناه دیگرم که به خاطر ثوابی مرتکب شدم و آن مرگ دوستی بود که شاید می توانستم مانع شوم. کاری کنم که رخ ندهد نکردم. گرچه نمیدانستم که به چنین سرنوشتی میکشد و نمیدانم چه باید میکردم. در این کار احساس پلیدی نمی کنم، اما 10 سال تمام گداخته‌ام و هر روز هم بدتر می شود و سخت‌تر. و اگر جرمی بوده است آتش مکافاتش را دیدم و شاید بیش از جرم و جزای این اگر انجام ندادن خدمتی یا دست نزدن به فداکاری گناه نباشد دیگر گناهی سراغ ندارم و خدا را سپاس می‌گزارم که عمر را به خواندن و نوشتن و گفتن گذراندم که بهترین شغل را در زندگی مبارزه برای آزادی مردم و نجات ملتم می‌دانستم و اگر این دست نداد بهترین شغل یک آدم خوب معلمی است و نویسندگی و من از 18 سالگی کارم این هر دو و عزیزترین و گرانترین ثروتی که میتوان به دست آورد محبوب بودن و محبتی زاده ایمان و من تنها اندوخته‌ام این و نسبت به کارم و شایستگیم ثروتمند و جز این هیچ ندارم و امیدوارم این میراث را فرزندانم نگاه دارند و این پول را به ربح دهند و ربای آن را بخورند که حلال ترین لقمه است و حماسه‌ام این که کارم گفتن و نوشتن بود و یک کلمه را در پای خوکان نریختم. یک جمله را برای مصلحتی حرام نکردم و قلمم همیشه میان من و مردم در کار بود و جز دلم یا دماغم کسی را و چیزی را نمی‌شناخت و فقرم این که در برابر هر مقتدرتر از خودم متکبرترین بودم و در برابر هر ضعیفتر از خودم متواضعترین و آخرین وصیتم به نسل جوانی که وابسته آنم و از آن میان به خصوص روشنفکران و از این میان بالاخص شاگردانم که هیچ وقت جوانان روشنفکر همچون امروز نمی‌توانستند به سادگی مقامات حساس و موفقیت‌های سنگین به دست آورند. اما آنچه را در این معامله از دست می‌دهند بسیار گرانبهاتر از آن چیزی است که به دست می‌آورند. و دیگر این سخن یک لاادری فرنگی که در ماندن من سخت سهیم بوده است که شرافت مرد همچون بکارت یک زن است. اگر یک بار لکه‌دار شد دیگر هیچ چیز جبرانش را نمی‌تواند. و دیگر اینکه نخستین رسالت ما کشف بزرگترین مجهول غامضی است که از آن کمترین خبری نداریم و آن متن مردم است. و پیش از آن که به هر مکتبی برویم باید زبانی برای حرف زدن با مردم بیاموزیم و اکنون گنگیم. ما از آغاز پیدایشمان زبان آنها را از یاد برده‌ایم و این بیگانگی قبرستان همه آرزوهای ما و عبث کننده همه تلاش‌های ماست. و آخرین سخنم به آنها که به نام روشنفکری گرایش مذهبی مرا ناشناخته و قالبی می‌کوبیدند این که دین چون منی گزاف و آسان نبود، روشن‌تر از ایمان من ایمان نبود
در دهر چون من یکی و آن هم مؤمن، پس در همه دهر یک بی ایمان نبود. ایمان در دل من عبارت از آن سیر صعودی است که پس از رسیدن به بام عدالت اقتصادی به معنای علمی کلمه و آزادی انسانی به معنای غیر برجوازی اصطلاح در زندگی آدمی آغاز می شود. دکتر علی شریعتی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و چون مقدور نبود که کل این کتاب رو برای شما بخونم، وصیت‌نامه دکتر شریعتی فکر میکنم تکمیل کننده این کتابه. مراقب خودتون باشین تا وایس بعدی. خدا نگهدارتون.